با سلام و احترام خدمت همراهان گرامی ویتاورس بروکر. در این ویدئو مراحل دریافت پراپ‌های ویتاورس بروکر را به صورت کامل آموزش خواهیم داد. لطفاً گام به گام با ما همراه باشید. ابتدا به وبسایت رسمی ویتاورس بروکر به آدرس vitaverse.com مراجعه می‌کنیم. از منوی بالای صفحه گزینه تغییر زبان را انتخاب کرده و زبان مورد نظر برای مثال فارسی را تنظیم می‌کنیم. در صورتی که تاکنون حساب کاربری ایجاد نکرده اید، از طریق گزینه ثبت نام اقدام به ایجاد حساب کنید. در صورت داشتن حساب کاربری، گزینه ورود را انتخاب کرده، سپس ایمیل و رمز عبور خود را وارد نموده و بر روی گزینه ورود کلیک کنید. پس از ورود به حساب کاربری، از منوی سمت راست گزینه بروکر پراپ پالس را انتخاب نمایید. در این بخش با کلیک بر روی نیو چالش می توانید تمامی چالش‌های فعال ویتاورس بروکر را مشاهده کنید. به عنوان نمونه، چالش کلاسیک پلاس را انتخاب نموده، سپس روی گزینه سی مور کلیک کنید. در صفحه جدید، گزینه بای را انتخاب کرده و در صورت موفقیت آمیز بودن این مرحله، پیام اوردر سکسسفولی سند نمایش داده خواهد شد. مشاهده این پیام به معنای تکمیل موفقیت آمیز ثبت نام اولیه چالش است. اکنون با زدن گزینه ایجاد حساب لایو وارد مرحله بعد خواهید شد. در بخش مربوطه، نوع حساب به عنوان مثال MT5 استاندارد اکاونت را انتخاب نموده و اهرم مالی لیوریج را بر روی مقدار دلخواه برای مثال 1:50 تنظیم می کنیم. سپس بر روی ادامه کلیک کرده و اطلاعات ورود را تایید می کنیم. پس از ایجاد حساب لازم است که آن را شارژ نمایید. برای انجام این فرآیند مراحل زیر را دنبال کنید. به بخش وجوه مراجعه کرده و گزینه انتقال وجه را انتخاب نمایید. در قسمت انتقال از کیف پولی که از پیش شارژ شده است را انتخاب کنید. در قسمت انتقال به حساب متا تریدری که به تازگی ایجاد شده است را تعیین نموده و بر روی ادامه کلیک کنید. مبلغ مورد نظر برای مثال $200 را وارد نموده و مجدداً گزینه ادامه را انتخاب کنید. در این مرحله اطلاعات تراکنش نمایش داده می شود که نشان می دهد مبلغ $200 از کیف پول به حساب متا تریدر منتقل خواهد شد. با تایید نهایی انتقال وجه انجام شده و حساب متا تریدر شما شارژ خواهد شد. برای بررسی صحت انتقال می توان از طریق بخش حساب‌ها، نمای کلی حساب‌ها، حساب لایو ایجاد شده و مبلغ واریزی را مشاهده نمود. در آخرین مرحله جهت تکمیل ثبت نام میبایست با تیم پشتیبانی ویتاورس ارتباط برقرار کنید. از منوی پایین سمت راست گزینه ارتباط با پشتیبانی را انتخاب کنید. اطلاعات ورود را وارد کرده و روی شروع گفتگو کلیک کنید. در پیام ارسالی شماره حساب متا تریدر و مبلغ واریزی را برای پشتیبانی ارسال کنید. پس از بررسی، تیم پشتیبانی درخواست شما را ثبت نموده و تایید نهایی از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد. پس از انجام این مراحل، پراپ شما در ویتاورس بروکر فعال خواهد شد و آماده انجام معاملات خواهید بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان معاملات موفقی را آرزو می‌کنیم.